دکتر رفتم، دکترای طب کلاسیک تو شهرمون رفتم 3-4 تا. به سنتی شهر خودمون حالا نتیجه خاصی نگرفتم. رفتم بیمارستان تخصصی پوست، گفتن یه آخر دکترا اونجاست، برو اونجا. رفتم اونجا، 2 تا دکترم رفتم. آخر کلامشون این شد که آقا تا 60 سالگی این باده. من هولوش 3.5 سال یا شاید هم 4 سال بود که مشکل اگزما و خارش شدید و اینجور مسائل داشتم. ریزش پوست، یعنی اینقدر پوستم میریخت روی فرچیزی، مثلا دیده میشد پوستا. دکتر رفتم، دکترای طب کلاسیک تو شهرمون رفتم 3-4 تا. یه قرص هایی میدادن، موضعی، حالا پامادهای موضعی کورتونی میدادن، این موقتی خوب میشد دیگه، مثلا یه فاصله کوتاه مدت میدادی دوباره عود میکرد. رفتم تو به سنتی شهر خودمون، حالا نتیجه خاصی نگرفتم. اومدم که بعد ساکن تهران شدم، رفتم بیمارستان تخصصی پوست، گفتن یه آخر دکترا اونجاست، برو اونجا. رفتم اونجا، 2 تا دکترم رفتم. آخر کلامشون این شد که آقا تا 60 سالگی این باده، شما باید با قرص‌های مثلا بعضی قرص‌ها و داروهای کورتونی تحمل کنید تا 60 سال، بعد 60 سال درست میشه. منم گفتن که حالا بعد 60 سال دیگه میخوام چیکار، درست شه درست نشه. اینجا هم طب سنتی و اینا رفتم، آخر به هیچ نتیجه نگرفتم. فقط یه راهی مونده بود، اونم گفتن که آقای رضوی رو پیدا کردم. اومدم آدرس و شماره اینا رو بعد اون که اومدم اینجا، بعد حدود 3 ماه خورده یا 4 ماه دقیقاً 70% علائم رفع شد. خوشبختانه خنده‌دار بود، انقدر مؤثر بود خنده‌دار بود. بعد اون عرض کنم خدمت شریفتون که بعد از حدود مثلا 5 ماه میشه گفت که مثلا من 95% یا شاید بشه گفت 100% خوب شدم دیگه. حالا اونا دکتر نشنبه 100 دیگه نسخه رو قطع کردن دیگه کامل. بعد اون شکر خدا، حالا پدر مادرم هم آوردم، دیدم نتیجه گرفتیم. پدر مادرم آوردم که مشکل خاصی داشتن که انشالله اونشون هم شفا کنن. الحمدلله خدا رو شکر.